سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. اسم من میتراست. امروز در مورد تفاوت ترانسپورت آلمان و آمریکا و هزینه ها و کاستومر سرویس میخوام باهاتون صحبت کنم. توی آلمان در شهر برلین من زندگی میکردم و شما به وفور قطار و اتوبوس میدیدین و خب اگه سر کار میخواستی بری، دانشگاه میخواستی بری، خریدی میخواستی بری، هر کاری که داشتی همیشه قطار و اتوبوس بود. ولی یه مشکل کوچیکی که این اواخر داشت این بود که خب شما اگر که میخواستی حالا اصلا ماشین نبری اون روز، مثلا میدونستی که کار داری یا اینکه مثلا ترافیک بالاست یا اینکه جا پارک پیدا نمیشه یا اینکه اصلا ماشین نداشتی میخواستی با قطار بری، این اواخر خب این چیزا وجود داشتش که یا قطار اصلا کلا نمیومد یا قطار با تاخیر میومد یا اینکه مثلا تو قطار نشستی وسط راه یه دفعه پیادت میکرد میگفت که خب برو خطتو با عوض کنی، اینجا مسیر میخواد عوض بشه و بیچاره توریستا یا کسایی که خب مثلا آلمانی بلد نبودن میموندن که اصلا باید چه کار بکنن. تازه شما با هم میدویدی کلی پله میرفتی بالا یا میرفتی پایین که بتونی اون یکی قطاره رو بگیری به کارت یا حالا به کار زندگیت کلا دیر نره. این مشکل این اواخر توی برلین بود و توی آمریکا خب قطار و اتوبوس مثل آلمان زیاد نیستش، کمتره و خب اینجا همه ماشین خودشونو دارن، یعنی یه خانواده 4 نفره ممکن 4 تا ماشین داشته باشه مثل ایران. به این دلیله که خب توی آمریکا یا حالا اصلا کالیفرنیا وسعت خیلی بزرگتر از آلمان هستش و فاصله ها هم زیاده. من خودم سوپرمارکت که میخواستم برم، چون تو مسیرم قطار اتوبوس نبود، تقریبا 35 دقیقه طول کشید برسم تازه به نزدیکترین سوپرمارکت و اینه که همه ماشین دارن توی آمریکا. قضیه بعدی در مورد کاستومر سرویس میخوام باهاتون صحبت کنم. خب توی آلمان اینجوری بود که شما خب توی دی ام یا روزمن یا حالا هر فروشگاهی باید حتما میرفتی طرف رو گیر می آوردی که ازش بپرسی که خب مثلا فلان چیز کجاست. بعد تازه ازش میپرسیدی، خیلی دوستانه هم جواب نمیدن، خیلی معمولی مثلا خیلی چیز گفتن برو قفسه فلان غرفه بهمان طبقه مثلا چی، خودت باید میگشتی پیداش میکردی. کمتر پیش میومد بیان بهت اون محصول رو بهت بدن، نه اینکه کلا نیان، کمتر پیش میومد. ولی توی اینجا خیلی دوستانه، من مثلا داشتم دنبال ویتامین سی میگشتم که مثلا توی قرص کدومش هست چی به چیه و اینا. 2 بار فروشنده هاشون اومدن که چیزی لازم داری میخوای کمکت کنم و این توی فروشگاه های دیگه هم باز اتفاق افتاده و خیلی دوستانه و مهربون با لبخند و بعضیشون حتی اسمشون هم میگفتن، اسم کوچیکشون رو و اینجوری بود که خب اگه چیزی میخوای بیا به ما بگو. خب من گفتم اوکی ویتامین سی میخوام. خب منو برد سمت غرفه مثلا حالا اون قرصا، بعد داشت توضیح میداد که هر کدومش چرا مبلغش مثلا فرق داره، ویتامین سی ها و اینا. در صورتی که خب من مثلا دنبال ویتامین سی بودم، خیلی مثلا نمیدونستم ولی ایشون داشت قشنگ وقت گذاشته بود برای من توضیح میداد و این برای من خیلی قشنگ و زیبا بود که برای من تایم گذاشته. و مثلا تو خود حتی سفورا که رفتم، دخترم اومد به من گفت من النا هستم، اسم تو چیه، بیا مثلا این چیزی که میخوای رو بهم بگو، دنبال چی هستی. خیلی راحت قشنگ داشت به من توضیح میداد که مثلا این محصول توش چیا هست چیا نیست و خیلی برام جالب بود که حتی مثلا اسم کوچیکشون هم بعضیشون میگفتن. و در مورد هزینه ها اینجوریه که خب اینجا خیلی گرونتر از آلمانه، خیلی گرونتره. یعنی من به طور مثال اگه بخوام بهتون بگم، مثلا چون بعضی از مواد و مارکا یکی بود و من دقت کردم، مثلا محصول پاک کننده گارنیر خب توی آلمان مثلا 4-5 یورو بود، توی آمریکا کوچیکش $12 بود. یعنی مثلا پاک کننده یه انقدری $12 بود، چیزی که توی آلمان 4 یورو میخریدی. و حتی کرم دست نیوه ها مثلا، اصلا قیمت ها خیلی
من میگم مارکای مشابه رو دارم صحبت میکنم که بهتون بگم چقدر هزینه. حالا به غیر از اینکه اصلا مارکای مشابه نباشه، باز هزینه ها اصلا کلا اینجا بالاست توی سان فرانسیسکو. و یه چیز دیگه این بود که من خب یه قوی بهم شوک شد، یه کمی شوک شدم، این بود که خب توی آلمان مثلا شما میری مثلا کرم نیوه ها رو برمیداری، خب روش نوشته 5 یورو، اوکی، میری سر صندوق و 5 یورو رو پرداخت میکنی و تمام. ولی اینجا مثلا نوشته $12 $14، حالا هرچی، اونو برمیداری، خب میری سر صندوق، یه دفعه میبینی شد $16 $17. مثلا نگاه کردم یک گفتم مگه ننوشتین مثلا 13 تا، مگه ننوشتین 14 تا، چرا شد 16 17 تا؟ و متوجه شدم که اینا مالیاتو بعد از، یعنی موقعی که میخوای بری حساب بکنی تازه اونجا مالیاتو میکشن روی محصولی که دارن. یعنی اون هزینه ای هم که شما توی آمریکا به چشمت میبینی باید یه $2-3 بذاری روش، بعد مثلا پرداخت بکنی. توی ذهنت باید مثلا این باشه که این مثلا اگه داری 12 میبینیش روی 15 روی 14 حساب بکنی. ولی تو آلمان اینطوری نبود. توی آلمان اینجوری بود که همون مبلغی که میبینی پرداخت میکنی. و حالا در مورد موردهای دیگه مثل درآمد و اجاره خونه و اینا حتما میام باهاتون صحبت میکنم. پس یادتون نره که منو سابسکرایب کنید و دنبال کنید.